این هویا این هویا آقای هویا چنده؟ 120 تومن اینا؟ چی؟ نه اینا هم هویا هم؟ بله هویا اینو این هم 120 چلسی خب این با اون الان چه فرقی داره؟ این کارنوزه اون چلسی یه ذره کم داره. این لکای سفید داره. اسپلاش بعد برگاش کشیده تره اون برگاش چروکه. بزرگ این هم دارم 220. نه از اینا دارم. اینا چی هم؟ اینا 300. اینا چی هم؟ هویا هم؟ چه جالب. بزرگش هم دارم 800. 5 شاخه است. من یه دونه از اینا بگیرم. از اون بزرگش هم دارم. نه من کلا گل بزرگ نمیخرم. این چنده الان؟ 120 این میخوام. ببخشید آقا اینا هم هویا حساب میشن؟ نه اونا بگونی ها. آها بگونی ها. آقا این هویا چیکار کنیم گل بدن؟ دمای 18 تا 27 براش فراهم کنید. یه دوره توی گله‌ای بدین گل. فرماد من دارم بزرگ شده ولی اصلا گل نمیده. از اینم بزرگتره. همین اینا. دمای 18 تا 27 بده گل بده. سری گل. این یه شکل دیگه از پتوسه. آها پتوسه؟ پتوسه فرانسوی و بلک. چه جالبه شبیه هویاه. بله شبیه هویا ماکروفیلیا دارم. بعد کریمسون کوین دارم از هم که الان برداشتیم. کری ابلغ دارم. این هم هویا حساب میشه. این قاشقی ها حساب میشه. نه کری ابلغ. قاشقی که رونده نیست. آره ببینم ببخشید آقا چرا اینا چیز هنده گلدون ندارن؟ بدون گلدون میاریم همکارا میان میبرن تو تراریوم و شیشه و اینا میگیرن میشه کاش بیرون هم میتونه بمونه مشکلی نداره. الان اونی که من خریدم اینه نه؟ جان بله این تو مشکلی نه وقتی فیلم دارم میگیرم ببینم چه چیزایی ظریفی هست موقع همینجوری نگاه میکنم. مرسی آقا. اینا هم هویان. اوه یه کوچیکشو داشت نه الان بزرگشو داره. خیلی دوستش دارم کلا هویا رو. خیلی جون سخته. اصلا بلکه نمونه یا خیلی خوشم میاد ولی هر بار خریدم خوش شد. نمیدونم چرا. این هندوونه بوی هندوونه هم میده. ببخشید اینا جعفری هن؟ چی هن؟ درخشی چی؟ آرالیا. اینه جعفری هن؟
از اینا هم خیلی خوشم میاد. این بلالی میاد، ولی نمیدونم چرا یه دفعه خوش میشه به این هیبت، یه دفعه زار خوش میشه. این کاکتوس هم خیلی خوشگله. کاکتوس هم همش بچه میدن به جای اینکه بزرگ بشن. این برگ رنگی هم خوشگله. تراس ما خوب میشن. من فعلا کو اینه گل آپارتمانی حساب میشه. این بلالی ها که میگن این چه بزرگه. نرو تو آگلوما چند؟ سفیدا؟ آگلوما اونا رو بدونم 200. کمتر اگه میدادی میبردم. کمتر از این مجانی بدیدم آبجی. ولی ارزشش بیشتره دیگه هم خواست. بفهمید. اون 200. ببین چند تا شاخه داره. این سالم‌تره ولی همشون گل دادن. من تولدم گرفتی گل داده بودم. خیلی هم بزرگ شده. نور اینجا خوب نیست. اینم داره باهات حرف میزنه. شاداب زنده. این هرچی میزنه میرقصه. آره اینقدر خلوته. اون لیراتوره چه خوشگله. این نمیدونم برگ نبچه چی چقدر هیولوه به سقف رفته. آدم بابا نمیدونم چی میگم. بابا آدمش در حد قابل و قابل. فوکوس کردم توی این بلالی ها با میبینی اون بلالی چه خوشگله. کلا این چیزایی که دارن اصلا کجا بود؟ هم هویا داره ولی این هویا که من خریدم رو نداره. این هویا سبزن. بنفش آفریقاییه. آقا بنفش آفریقاییتون چنده؟ 180 تومن. این گل کاغذی هم خیلی خوبن. چیزم داره فلفل دلمه هم داده. فلفل دلمه هم داده میبینی. و کاغذی چیزم داره نارنجی. آقا کاغذیاتون چنده؟ 400 دارم 350 دارم. آی الان اینا 350 تومنه؟ اینا 400 تومنه؟ علی بیا اینو ببین چقدر خوشگله. اینا کاغذی حساب میشه. پیوندی روی دونه چیزی پایه ببین چند تا خورده. یا این یکی نگاه کن زرد و نارنجی و اینا. خیلی نه بابا همشون این همون کاغذ. اگه تو تونستی یه کاغذی نگه داری. این ختم ژاپنی ها خوشگله. یه دفعه خریدیم خوش شد. توی باغچه خوش میشه. تو تراس خوب میشه. نه گل بزرگ تراس هم دیگه جا نداره. ترجیح هم که کلا گل کاغذی بخرم. یا شنبه 2 تومن ولی یه
آقا اینا آویشنه؟ چنده؟ بوی شربت ضد سرفه میده. علی من دارم موبایلم بو میکنم. اصلا رونقی نیست اینجا، خالی هم اینا چه افضل هن، میبینی؟ اینا برای تو راپله علی خوبه، کس دست نمیزنه. اون گونهش فرق داره با این. آره آره این زبون مادر شوهر خوبن، هیچ جوره نمیکنه زیر دست بزنه. وعیدم جوره نمیکنه دست بزنه. اینا رو چی داره؟ من تا باید همچه چیزن. اینه دیفنباخی ها میمونه ولی دیفنباخی مخملی طوره. علی اینا نگاه پاپیون هم دارم. گیستشون کردن پاپیون هم زدن. نمیدونم چی چیه. این کاکتوس ماکتوس هم اون کاکتوسش هم خوشگله. اینجوری چیز داره. اینه دوم روباه نمونه. اینه دوم روباه نمونه. آره دم داره. هوا خیلی گرمه. کلا بازارگل تابستون آدم خفه میشه بیاد. ولی من دوست دارم حتی تو گرماش هم بیام. خیلی شاخه است. خیلی پیر شده. ولی خیلی افضله. یعنی کوله کوچولوچه داره. چشم منو بگیره. سلام. آقا اینا چی حساب میشن؟ اینا سینگونیو آفیکوس. آها. چه قیمتیه؟ اولا فیکوسش 75. سینگونیو ما چند؟ سینگونیو ما 75 80. بعد اون اسم گله هویا هم داری؟ هویا فقط اینا نه چنگی به دل نمیزنم. مرسی آقا. امروز روز هویا. ولی این گلدونه هم خوشگله. این استایلش رو میبینید؟ این هم خیلی مثلا فلاکچری طور میزنه. آره 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 خیلی بود. حداقل خونه باید 200 متر باشه تا یه همچین چیزن. بلولی ها چه بزرگن. اینا بنفشه هاش خوشگله. آقا بنفشه هاتون چه قیمتیه؟ بنفشه ها پرتر از بزرگتر نه، ولی اینا همه از 4-5 لیتر داره. اینا همه 4-5 تا آره
که ندیدم با ما همیشه هی لمبه میزد بعد آره اینم جالبه بافتنش اونم خیلی جالبه اون اینجا یه عالمه پتوس داره همیشه اینجا یه عالمه پتوس داره از این پتوس معمولی ها پتوس ابلقا پتوس ارتشی ها یا ارتشی من از اینا داشتم نمیدونم چرا یک دفعه با اون هیبت هیکلش یه دفعه شبونه خوش شد تصمیم گرفته خوش شد آن کاکتوس گلدار نداری؟ گلدار الان فصل گل دادن کاکتوس هست شما به زور توی اول بهار گل میگیرن ازشون یعنی شما منو گل نمیدن؟ الان رو گل چیزی ندارم نه گل کلا نمیدن؟ میشه گل ندن تکثیر نمیشه خب کدوم الان گلدار حساب میشن؟ آره این توپی ها همشون گلدار چه قیمتی هم؟ بعض میشه بعضشون میکنم اینا 25 تا همشون؟ بعد اینا چرا سرشون قرمزه؟ رنگ زدی؟ بله اینا چه قیمتی هن؟ این ردی؟ کوچیک‌ترن اینا 25 تومن نه؟ بله کدوم میخواد میگه من میگه که اینو میخوام این توپیه یکم این که اینجوری از جنگ برگشته اینا هم 25 تومن نه؟ اینم بدیم گل زرده نه؟ آره نه دارم نه دارمش چیزی که ندارم بخرم دیگه چی بگیرم؟ اینا رو که رنگ کردیم احتمال اینکه خب خوش بشه هست کاش رنگشون نمی کردیم اینو رنگ نشده شو نداریم؟ اینو رنگ نشده شو نداریم؟ اینو؟ آره خب رنگ نباشه چون احتمال اینکه خراب بشه خیلی زیاده این اینجوری پهن‌تره اون به رشد گیاه مثلا نگاه کنم شاید پیدا کنم چیز دیگه یه جای دیگه اینا چه قیمتیه؟ اینا خب یه دونه از این بهمون الان خوبی حالا خوبه کدوم؟ یه دونه از اینه که اینجوری این همین اینه؟ نه فرق میکنه این گلای صورتی ریز میده اینا آره این چی؟ این گلای زرد نه این به نظرم که برداشتین حالش خوب نیست همین اینو بدین با گوشه‌ایه آره
همینه. از اینم خوش آمد. نگاه کن. نگاه کن. ولی رنگشون کردن. رنگ شده؟ آره. خوشگله بنا. خب آخه نمیدونم خوش میشه. نمیدونم چرا چیکار میکنن؟ چرا رنگ میکنن؟ والا زنها خودشون آرایش میکنن بسته دیگه. اینقدر همه چرا نمیخواد خوشگل کنن؟ اینا هم خوشگل هن اینجوری روباه میمونن ولی تیغاشون خیلی بد میره تو دست آدم. آره. آقا اونی که بهم دادی گفتم یکم مشکوکه، فکر کنم اون این باشه. من عوض میکنم. کار میکنه ولی خوب میکنه. گل صورتی ریز میده؟ اینم گل میده بعد. چی؟ نه این زرده. من یکم به این مشکوکم کلا. بترسم خوشه. من 2-3 بار از همین گونه خریدم. نیا کن. سلام نوکرم هم حسین. اینجوریه. حالش خرابه. همینا. همینو. 4 تا 25 بریم. این کاکتوس زبون مادر شوهر خیلی افضلن. مادر شوهر زیادی دیگه حرف میزنه به نظرم. میبینی؟ عالی. کدوم ها؟ یه دونش انقدر این میگی؟ رنگ زده. از فرم میفتن. جا این گلدون سفالی ها خیلی بورس شدن. خوشت میاد؟ جا اون دون میریزه به نفع پرنده یا کریمه دون اشغالشون داره. معلوم نمیده یا کریم. اینا معلوم شدن. این خونکه. مرسی. آقا نعرف انگاره هواش به سرشون میاد. یارو نیلوفر داره بفروشه. دیگه خود گیاه مونده یا با اون خاطر حالا خودتون 600 حساب کن. یا من 28 کم داده و خودم کم داده. علی ها بعضی رو ترور سیاه، ترور سفید کشیده، کنگر فرنگی ما خودشو نداریم ولی بعضش هست. چغندر لبویی میشه کنم شلغمه. آره شلغمه. ها علی یونجه همدانی. بریم. امروز مشخص کنن یه روز با من بشینید همه رو جمع بردارید این هفته رو برای بهشون بده که دهنشون بسته باشه. خریده نرفته ما کارامون رو بکنیم. بعدم نامه‌های شهرستانمون علی اینا رو می‌بینی؟ اینا یه زمانی که اومده بود انقدر علی و غریب بود خدا تومن بود قیمتش. الان نوشته پک 16 تومانی 160 تومن، یعنی دونه 10 تومن.
چی؟ آره یه دفعه حال داشتیم ها بریم از اینجوری ها البته این که خودمون داریم بیشتر این انتراه برای توی باغچه خیلی خوبه، خیلی گل میده، همیشه هم گل میده، فقط زمستون گل نمیده. اینا برای مثلا کف باغچه خیلی خوبن اینا ولی بعدش اینه که کالک‌های زرد میگیرن. تو پارک داشت بعد میکنن میریختن بیرون مجبورشن کلا بکنن. اینجا ارکیده داره. من شمدونی هم بگیریم مثل از این شمدونی های جدید. اونو من ندارم دمت گرم دادم چه گل روزای خوشگلی داره. آقایتی علی فلفلشون فلفل هم داده، گوجه فرنگیشون گوجه فرنگی کرمو هم داده، گوجه فرنگی کرمو هم فلفل. من از اینا خوشم میاد، از این داوودچی کوکبا. سفالی اینو سفالی میره اینا هدیه علی گلدونا چه هیبتی دارن؟ قشنگ اندازه یه آدم بزرگترن. قشنگ نیستن ولی خب هیبتشون بعد خودمونه بذاریم تو چرخ. اینا یه سفارش گل شمدونی بوده برای یه نفر که میخواد لب تراس بچینه. یه سواری دم در رو بگو 40 تا گل نمیاد جام میشه. سواری خراب میکنه داشت 40 تا گلدون بودن. اینجا خنک‌تره. بعد کلا چون که آپارتمانی نیست مجبور نیستن بهشون رطوبت بدن. به همین راحت برای تو خونم شد بگید چش میگن راه آره آره افسره. نه نداره. قیمتش زیادی بالاه به نظرم، ارزششو نداره انقدر آدم پول بده. این گیاهی که من همیشه آرزو دارم بتونم نگهش کنم ولی همینجا هم خوش شده. انگاری فقط مال 2 ماهه. افرو چند بار خریدم خوش شده.
هم بعد صورت میکنیم بابا جان داره بوده دانی 10 تومن وجود است جواد خداحافظ اینا تو دقت کردی البته تازه باز شده جا هستیری دارم خوبیش بازارگاه میدونی چه همه شده اینجا اعصاب فروش بازشه سیسمونی هم کم مونده بفروشن میشه داره ببین روز ظرف و ظروف هم داره جایزه هم میفروشن از اینا خوشم میاد مثل این عقب مونده ذهنی چشای کور دارن اینا میبینی اینجا چشاش کور شده مال نیلوفر آبیه آره اینم یه بچه گربه از اون بچه گربه کالکشن اوناست اینجا هم یه عالم چوبی موبی داره خیلی گرمه هوا ولی اون چیزا هم کشتی البته جالب نیست ببین خیلی افتاده یه سایه تو اینجا یه دونه چوبی موبی فروشی دیگه و این مکرونه هست چیز جالب به نظرم نداره نمیخواد بریم تو برش کن فکر کنم این توضیح خشخاش باشه اینا ما لاله وحشی هم ولی اینا مشکوک هم از اون شنرنگی هم داره اونجا پایینش از اون گویا داره آره گویاش هم میچرده آهنگ هم میفروشن یه کشتی چوبی شکستان داره چه کنن دکوری فروشی اینجا گویا هم داره اینجا نمک هم اینو نمک چه هم گوی داره آره این گویش میچرخه چرخ و فلک تو میچرخه اون یه دونه گویه اون وریش هم میچرخه گوله اسپری هم بود کلونیه اونو حالا دارم کش میشه علی اینجا جایزیه میفروشن دنی هم داره یارو این ظرف و ظروفای دنی هم کاسه بشقابای دنی هم میفروشن بشقاب آبیه خوشگله چه کوچیکه میخوایم برای کابینت بگیریم اینجا بازم داره بشقاب
بعد جفتشون قابل شستشوه؟ کنفه همیشه شد؟ کنف بشوری کم حالتش از دست اینجا این راه رو جلب مخفی بازار شده، بازار کن. قبلا اینجا بسته بود، می اومدی یه دونه مغازه انگاری خراب کردن. خب بعد این راه شده به اون کوچه پشتیه، می اومدی اینجا بسته میشد، بنبست میشد، دور میزدی، برمیگشتی میرفتی پایین تا می اومدی به این اخ و نون فروشی ها میرسیدی. اما الان اینجا اخ و نون فروشیه. اینجا جایزی هم میفروشن، بانکه علی این گویاشون چه بامزه است. اینا تو دو بودی هم. این بطریه آره. این کوهه آره، اینا باشه. مردم نمیده خیلی دقیق نمیدونی داشته باشم. این ماشینه اسباب بازی بچسبونه MDF ها چی کاره؟ MDF ها برش دادن. آها این تیکه هست بعد درستشون میکنه چون گل مصنوعی هم داره. چه بیارم از این کنافی و حسیری و خیلی مکروم مد شده. اون موقع تو دهه 70 که ما مثلا بچه سال بودیم و جوان بودیم مکروم بافی مد شده بود، بعد الان دوباره مد شده. این تقویتی ببینیم چی داره. هیومیک اسید، بیو ارگانیک، سوپ تقویتی 15 5 30 30 10 30. آقا همه عددا رو هی بازی میکنن، هی مردم میبینن 100 بار میخرن. کلسیوم 1052 در چقدر بهت میگم کلسیوم بخور؟ بهت میگم آهن بخور گوش نمیدی. آهن بر ارکیده جدا داره. دیازینان پودری، کاربندازین بود. یه پودری اصلا اثر نمیکنه، خریدم اصلا خوب نیستن. مایه خوبه، مایه بسته‌بندی درست حسابی. اینا رو بچه بود توی پارک از اینا هستش، مال گل مگنولیاه، مال گل مگنولیا. اونا بلوط و تیله من اون راهی رو که تو داری میگی رفتم، شاید اگر دوباره هم بخوام بگردم اوه چه با کلاس، چه خوشگل. اوه خیلی لاکچری و خوشگل. اصلا معلومه توی فیلمه یه تخم مرغه نه بابا چیش نشد. طلایی علی اینا هم خوشگل نه، دلاره راحت. این میشه کیوتن؟ هم که نشون دادن. آره بزرگش رو نشون دادن. نه همه جنس وارداتی از چین، قیافه هاشون همه سمبول هنر چینی. آره ولی این که مارا اژدها داره اصلا جالب نیست. یه دستگاهی باید باشه، انگار دستگاه بخورطوره. نه موزیکاله، نمیدونم چی میگه. خواهی بریم توشو ببینیم؟ بریم توشو ببینیم. چیز عجیب غریب و مسخره زیاد داره. ولی اون کشتی اون بالا هم خوشگل نه بریم توشو.
چه نمک و این این چلنگی ها این تخم مرغ قیمتش چنده؟ عزیزم میشه فیلم نگیریم؟ چشم بابا اینا رو میخریم میاریم خونه خوش میشن. اینجا جهیزیه فروشیه کلا کفگیر ملاقه جنساش هر بنجل کیفیت هم انقدر نازک شیشه چراغه دست بزنی میشکنه. کجی قوری هم داره علی اینجا انواع قوری دمکان زعفرون روغن ریز